شوخی امام علی علیه السلام با سلمان فارسی. روزی امام علی علیه السلام و سلمان فارسی کنار هم نشسته بودند که ناگهان حضرت چند هست خرما برداشت و با لبخند یکی را به سمت سلمان پرتاب کرد. سلمان خندید و گفت: یا علی، من از شما بزرگترم و شما با من شوخی میکنید. امام با نگاهی پرمهر فرمود: سلمان، گمان میکنی که تو از من بزرگتری؟ سلمان با لبخند گفت: آری یا علی، از لحاظ سن من از شما بزرگترم. امام کمی سکوت کرد و سپس آرام فرمود: یادت هست کودکی بودی و در بیابان شیری به سمتت آمد؟ از ترس گفتی: یا فارس الحجاز ادرکنی. ناگهان سواری آمد، نیزه‌اش را به سوی شیر گرفت و شیر پا به فرار گذاشت. سلمان با حیرت گفت: به خدا قسم که یادم هست. حضرت لبخند زد و فرمود: آن سوار من بودم سلمان. اشک در چشمان سلمان حلقه زد و گفت: به خدا قسم تو همان نوری هستی که پیش از آفرینش بودی و امروز ولی خدا بر اگر زمین. کانال شهر داستان رو دنبال نمی کنید، احتمالاً دیگه ما را نمی بینید. اما اگر این کارو می کنید، بهتون تبریک میگم، چون هر روز یه محتوای آموزنده و جذاب مشاهده خواهید کرد. پس بدون معطلی پست رو لایک کن و کلمه مشترک شدن رو فشار دهید.